الو. سلام مورفین، خوبی؟ دلم خیلی گرفته. میشه از دختر رو بگی؟ دختر یعنی یه جسم خسته، دختر یعنی یه قلب شکسته. دختر بودن یعنی همیشه دلواپس بودن، یعنی به خاطر حرف مردم از رویا گذشتن. دختر بودن یعنی بقیه به جات زندگی کنن، یعنی اگه دلت هم شکست بازم خودت یا خودت. دختر بودن یعنی کجا داری میری، یعنی از پدرت اجازه گرفتی. دختر بودن یعنی حق نداری به انتخاب خودت تصمیم بگیری، یعنی اجازه گرفتن واسه هر چیزی، حتی نفس کشیدن. دختر بودن یعنی درک کردن و درک نشدن، یعنی با لباس سفید اومدن با کفن رفتن. دختر بودن یعنی یه دل پر از آرزوهای دفن شده. Likey